بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک دین مبین اسلام یک دین کامل و دین جامع است و برای یک زندگی سالم، برای خوشبختی در دنیا و آخرت برنامه‌های کاملی دارد. یکی از راه‌های خوشبختی در زندگی نقش مادر در خانواده هست. خداوند متعال در سوره مبارکه لقمان می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی العامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر. صدق الله العظیم. خداوند متعال می‌فرماید: من پروردگار انسانها را توصیه کرده ام درباره پدر و مادر. مادر طفل را حمل می‌کند رنج بر رنج و 2 سال کامل به او شیر می‌دهد. پس شکر خداوند و شکر عملی پدر و مادر را انجام بدهید و بازگشت شما انسانها به طرف من خداوند است. خداوند متعال در این آیه مبارکه نقش مادر را در خانواده و در تربیت فرزند بیان می کند و خداوند متعال به انسان می فهماند که اینقدر رنج زیادی مادر برای به دنیا آمدن تو، برای بزرگ شدن تو، در زمانی که عاجز بودی حتی نمی توانستی برای زنده ماندن تلاش بکنی، در آن وقت مادر اینقدر با تو زحمت کشیده است. پس شکرگزاران پروردگار باشید با بندگی به پروردگار و شکرگزاران پدر و مادر باشید با خدمت به پدر و مادر. و الی المصیر، خداوند متعال اینجا می‌فرماید بازگشت شما به طرف من خداوند است. اگر حق پدر و مادر را ادا کرده باشید، خوشبختی دنیا و آخرت. اگر حق پدر و مادر را نادیده گرفته باشید و احترام آنها، خدمت آنها را نکرده باشید، سختی‌های دنیا و آخرت. در حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: الجنة تحت اقدام الامهات. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بهشت در زیر قدم‌های مادران است. مادران محترمه تلاش بکند فرزندان را درست تربیت بکند تا در آینده فرزندان درست تربیت شده خدمت مادر و تمام حقوق انسانها را به جا بیاورد تا جامعه سالم، فرزندان سالم، زندگی سالمی داشته باشیم.